بزن بریم. کجا؟ اگه گفتید کجا؟ تا این 6 تا چمدون و کلی بار دستی آمده شه من 6 سال پیر شدم. تا چراغ خونه خاموش بشه و در خونه قفل بشه 40 بار گریه کردم. انقدر که به هم فشار وارد شد. 1000 بار به غلط کردن افتادم که این چه تصمیم بود برای این پرواز به این سختی. چرا داریم تنها میریم؟ چرا انقدر سخته؟ همونطور که می‌بینید عروسک آویزونه چون دیگه جا نداشتم. خلاصه رفتیم، کلی استرس داشتیم برای تک تک چیزا. من استرس بیخود داشتم، نمیدونم چرا اینجوری شده بودم. خلاصه همونطور که داشتیم رفتیم میگم آدمای عیالوارتر از ما هم هستن، یکم امید میگرفتم. دوقلو هست و خب اونا خیلی به اون امید دادن. بچه‌ها خدا رو شکر خیلی خوب بودن، ولی ما دیگه واقعا داشتیم میمردیم. دیگه تعویض کردیم، شیشه هاشون رو شستیم و رفتیم که سوار بشیم. کالاسکمون رو تحویل دادیم، گذاشتن توی پلاستیک که تو ترانزیت بعد بهمون تحویل بدن. اینجا حس پیروزی داشتیم چون داشتیم بالاخره سوار میشدیم. این خودش خیلی مهم بود، ولی من دیگه داشتم میمردم از کمر درد و پا درد، دیگه واقعا خزق بود. خلاصه اینجا به بچه توی موقع تیک آف شیر دادم که گوششون نگیره، بعد بهمون بسینت دادن، بچه‌ها تونستن توش دراز بکشن و این خیلی کمک بود. هر کاری هم بگید من کردم، چشم بند بزن، قنداق بکن، اینا تا بخوابن که نمیخوابن. و این وسط سال 9 میلادی شد، بهمون شام دادن و اینا، ولی ما نتونستیم بخوریم چون بچه‌هامون از خواب بیدار شدن. دوباره خوابوندیمشون، ولی چالش داشتیم با لیلا چون لیلامون نمیخوابید و خودش که نمیخوابید لیارم بیدار می‌کرد. ولی خب لیا خیلی خوب خوابید تو پرواز اول، ولی خب لیلا خانم نمیخوابید دیگه. اینجا که میبینید داره هویج میخوره و کلا با همه هم رفیق شد بچه. رسیدیم ترکیه بعد از 10 ساعت و داشتیم دیگه جان به جانان آفرین تسلیم میکردیم چون خیلی خسته بودیم. رفتیم تو فرودگاه ترکیه، رد شدیم از سکیوریتی و رفتیم هتل گرفتیم. دیدیم ما دیگه نمیکشیم، رفتیم 4-5 ساعت هتل گرفتیم که توش بخوابیم، بچه‌ها دراز بکشن، یه کمی آماده سفر ادامه سفر بشیم. در واقع یه اتاق کوچیک بود که یه تخت داشت، یه حمام و دستشویی داشت و یه محل استراحت بود دیگه. خلاصه چیز خیلی خوبی بود برای بچه‌دارا، خیلی توصیه می‌کنم. بچه‌هام کلی بهشون خوش گذشت، هم خوابیدن هم بازی کردن. بعد دوباره ساندویچ پیششون کردیم و رفتیم به سمت پرواز بعدیمون. یکی هم منتظر شدیم و تا سوار پرواز بعدی بشیم، ولی متاسفانه من و امیرحسین کنار هم نمیتونستیم بشینیم. نه بسینت داشتیم، نمیتونستیم کنار هم بشینیم. خیلی اذیت شدیم، یعنی این 4 سال پیر شدیم. لعیا این دفعه اذیت میکرد، نمیخوابید، بالا آورد، یعنی 1000 تا چالش باهاش داشتیم. خیلی اذیت شدیم، یعنی قد کل سفر اذیت شدیم. خلاصه بعد از 30 ساعت سختی و مشقت رسیدیم و این صحنه قشنگ ترین صحنه‌ای بود که ما باهاش مواجه شدیم.